مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. در لحظه ضبط این ویدیو روز ولنتاین هستش. به همه عشاق تبریک میگم، به همون کسایی که کات کردن و از رابطهشون راحت شدن به اونا هم تبریک میگم و از اون کسایی هم که ناراحتن که رابطهشون هم کات شده بهشون تسلیت میگم. امیدوارم که هر چقدر زودتر به اون عشق و یارشون برسن. حالا معلوم نیست که این ویدیو رو ببینید، یه هفته دیگه، یک ماه دیگه، یک سال دیگه. امیدوارم که هر موقعی که این ویدیو رو میبینید حال دلتون خوب باشه. اما لحظه ضبط این ویدیو به وقت محلی ساعت 12:10 روز چهارشنبه هستش و امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز در برنامه پشت پرده میخوام چند تا موضوع بررسی کنیم. اول راجع به احسان علیخانی میگیم، دیگه نمیخواد از قافله عقب بمونه. دو تا از رفیقا و رقیبها و رفقاش ازدواج کردن، مثل بهرام رادان و گلزار. خبر رسیده که در سال جدیدی که قرار بیاد احسان علیخانی قرار ازدواج بکنه. اصلا خبر ازدواجش رو بهتون گفتم، حالا توضیحات هم میدم. راجع به بهرام رادان و گلزار هم صحبت میکنیم و فوتبالیستای تیم ملی که همین چند وقت پیش جام ملت‌های آسیا بود. یه نکته اونو بگم خیلی کوتاه، چون فرصت نمیشه توی ویدیوهای دیگه بگم. بهترین فرصت همین الان هستش. این که بوی تبانی می اومد و یک سری بازیکنای فوتبال کمکاری کردن و گل عمدی خوردن و نمیدونم این کاری کردن، با توجه به شواهد چیز دور از دسترسی نیست. و حالا نمیشه دستم اینطوری میشه اینا میخواره اینا و حال دلار نفتی و اینا. از اون طرف حتی صحبت‌های مهدی طارمی هم داشتیم که میگفتش که اتفاقات غیر فوتبالی که خیلیاتون میدونید رقم خورده. بعد از اون بالاتر با وقتی بازیکن فوتبال شب قبل از مسابقات، یعنی هم قبل از مسابقه با ژاپن و قبل از مسابقه با امارات، تو دایرکت این دختر اون دخترم و دخترها برای من دایرکتاشون رو میفرستن و تا 3 شب با دخترها چت میکنن. شما از این بازیکن‌ها انتظار دارید که مثلا حرفه‌ای باشن؟ البته من که نمیگم آقا بقال یارو هم داره میخواد بره کارهای اداری انجام بده، این چیز عجیب و پیچیده ای نیست. من آدم عمومی نیستم، ولی وقتی شما یه فوتبالیست حرفه‌ای هستی باید خوابت منظم باشه، رفتارت حرفه‌ای باشه، خوابت حرفه‌ای باشه، نه تا 3 صبح شب قبل از مسابقه بیدار باشی بشینی با دختر چت بکنی. اصلا تیم ملی ببینید چقدر بی‌در و پیکر هستن. چرا گوشی این افراد رو نمیگیرید شب قبل از مسابقه؟ اگه اردو نیست بعد همه چیشون مشخص و کنترل شده باشه، حتی غذاشون هم باید کنترل بکنه، کسی نیاد یه دونه دارو دوپینگی بریزه توی غذای اینا. ولی خب سیستم وقتی شلنگ و تخته‌ای باشه و افرادی که اونجا دارن تو اون سیستم حکومت میکنن و تو اون سیستم مدیریت میکنن، همه چیز رو شل شخمی دارن میبرن جلو، آدم‌های یقه بسته و آدم‌های دمپایی و جوراب سفید اونجا هستن که دارن تصمیم گیری میکنن، دیگه وضعیت فوتبال اون مملکت هم بهتر از این نمیشه. اما برسیم به نفر اولی که قراره تو این ویدیو راجع صحبت بکنیم، احسان علیخانی، که قراره به زودی فصل جدید برنامه جوکر رو بسازه. احسان علیخانی که چند سال رو ممنوع الفعالیت بود، نه ممنوع التصویر، یعنی اجازه نداشت، نه به عنوان تهیه کننده، نه به عنوان کارگردان، نه به عنوان دستیار، به عنوان هیچ چیزی اجازه نداشت فعالیت بکنه. اما تلویزیون هم که قرونش برم دیگه راش میده با توجه به اینکه فعالیت‌های مختلف سیاسی رو انجام داده تو پیج اینستاگرام خودش، علالحساب اجازه نمیدن که توی تلویزیون باشه. الان فصل جدید جوکر رو داره میسازه، حضور خانوم ها رو خواهیم داشت. سال دیگه قراره جوکر پخش شه و خبرهایی رسیده که احسان علیخانی هم در سال جدید قراره ازدواج بکنه. کارهای مقدماتیشو داره انجام میده و دیگه نمیخواد از قافله ازدواج هم عقب بمونه. من همون جوری که از احسان علیخانی قبلا انتقاد کرده بودم، اینجا
به نوعی باید از یه زاویه بهش ازش دفاع بکنم، به خاطر اینکه زیرابش رو بد جوری زدن و یه سری آدم هایی که توی تلویزیون بودن رفت دادن یه سری اسناد و مدارک که از احسان علیخانی گذاشته بودن رو میز حراست که احسان علیخانی ممنوع الورود بشه به صدا و سیما، ممنوع فعالیت بشه در صدا و سیما، که این افراد جای احسان علیخانی رو به عنوان مجری بگیرن. توجه کردید؟ بابا لامصب چرا نونبری میکنید؟ از صدا و سیماتون چی داره که شما دیگه زیراب اینو میزنید که خودتون برید اونجا این اونا دیگه چقدر بدبخت و عشق آنتنن. این از احسان علیخانی. میرسیم به بهرام رادان که چند وقت پیش عروسیش بود، فیلم عروسیش حسابی توی فضای مجازی وایرال شد. البته قبل از عروسی بهرام رادان جناب آقای گلزار زحمت کشیده بودن و مراسم ازدواجشون رو 7 جون سال گذشته برگزار کردن در یکی از مجلل‌ترین تالارهای تهران، که البته این فیلم عروسی گلزار هم جنجال‌های زیادی رو به پا کرد و عده‌ای میگفتن که گلزار چه آدم نمیدونم چیپیه، یا آدم مثلا عده میگفتن که چرا عکس زنش رو نشون نمیده، فیلم زنش رو نشون نمیده، حداقل توی که فیلم عروسی تو پخش کردی و اینجا داری میگی به نام نامی یزدان اینا، چرا یه فریم از زن تصویر نذاشتی؟ که البته اون موقع آیسان باردار بود. من شنیدم که حالا طبق آزمایشاتی که داده بودن خدا دوست نداشته که گلزار پدر بشه و مجبور شده بودن که بچه رو بندازن. اما تو سال جدید اگر خبر پدر شدن گلزار رو هم شنیدید تعجب نکنید. این ویدیویی که رفتید این ور اون ور رو نگاه میکرد و کسی که لامصب عروسی خودش هم بلد نیست نقش بازی بکنه، حالا خوانندگی اینا رو دیگه ولش بکن. اما بهرام رادان هم سریع اومد یه حرکت سنگین زد و بلافاصله بعد از ازدواج گلزار فیلم عروسیش رو تو شبکه مجازی وایرال کرد. فکر کنم تو گرجستان مراسم عروسیشون رو برگزار کرده بودن، تو شهر تفلیس، و اینم همسرشه و البته گلزار بهرام رادان پیش دستی کرد و تصویر خانمش رو نشون داده بود. البته اینجا بهرام رادان که فیلم تقریبا فکر میکنم اینجا مال 6-7 ماه پیشه، خانومش 2-3 هفته حامله بوده که البته خودش هم نمیدونسته باردار بوده. بعدش که آزمایش دادم یکی 2 هفته بعدش، حالا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، متوجه شده بوده که روز عروسیش باردار بوده. حالا این چیزی بوده که من شنیدم و گویا فروردین سال جدید، یعنی 1-2 ماه دیگه، الان بهمن ماهیم، بچه بهرام رادان هم به دنیا میاد و بهرام رادان بابا خواهد شد. یعنی میخوام به شما بگم که بهرام رادان هم زنش رو گردن گرفت. هنوز یه عده از این سلبریتی ها و این افراد نیومدن گردن بگیرن و حالا به زودی شاهد بابا شدن بهرام رادان هم خواهیم بود. البته بهرام رادان و گلزار میدونید که چند سالی هم هستش که با همدیگه رقابت و کلکلی هم دارن، حتی در بیلبوردهای سطح شهر هم رقابت با هم دیگه دارن و هیچ وقت توی هیچ فیلم سینمایی که به گلزار پیشنهاد بشه بهرام رادان، یا در هیچ فیلم سینمایی که بهرام رادان باشه گلزار بازی نمیکنه. به نوعی از هم دیگه خوششون نمیاد و یه دعوا درگیری درون خانواده سینمایی هم هست بین بهرام رادان و گلزار. اصلا بهرام رادان از قصد اومد فیلم عروسی خوش در گرجستان رو پخش کرد که به گلزار بگی که با تو هیچی نیستی، اون فیلم عروسی که پخش کردی چی بود اصلا عکس زنتو نشون ندی. ببین من الان فیلم زنم هم گذاشتم تو گرجستان، میخوام حالشو ببرم و به نوعی تو دهنی به گلزارم زد دیگه. یعنی میخوام به شما بگم که این چشم هم چشمی ها فقط بین مادر شوهر و خواهر شوهر شما نیست، بین بازیگرا و سلبریتی ها و سلبریتی ها هم هست و بین اونها هم این چشم هم چشمیه وجود داره که البته حاشیه‌های گلزار هم تهش درآمد دیگه. یعنی اینا رو انجام داد که میخواست اون مسابقه پانتومی بیاره تو تلویزیون، نمیدونم
صدا و سیما هم بدش نمیومد یا همچین حاشیه گلزار داشته باشه، چون از ماهای قبل این برنامه‌ریزی رو کردن و این حاشیه رو برای گلزار آماده کرده بودن، گذاشته بودن تو سینی، گفته بودن تقویمت بفهم و شما این حاشیه رو درست بکنید که تلویزیون هم به حال الان دم انتخابات نیاز به بیننده داره که اون زیرنویس اون پایینش بگن که بیاد برید توی انتخابات شرکت بکنید. نماینده مجلسی که چند روز پیش گندش بالا اومد که هر کدومشون بالای 200 میلیون در ماه حقوق میگرفتن. یعنی شما اگر بخواید یعنی ما اگه بخوایم یه برنامه بسازیم راجع به نمایندای طویله مجلس، بعد 20 قسمت ویدیو بسازیم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید، ممنون. حتما برای ما کامنت بذارید، ویدیو لایک کنید، اگر هم حال کردید این کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، دکمه قرمز رنگ این پایین است بزنید روی سابسکرایب. البته فکر کنم الان شده سفید اگه اشتباه نکنم آپدیت جدیدش. خیلی مخلصیم، دمتون گرم.